سلام علیکم همداران عزیز. امروز 13 اکتبر سال 2024 قرار داریم در یک از لابراتوری‌های کلانی ترکیه اوید با پرورش نیون‌ها با راهی اینویترویی، یعنی از DNKش از مولکولش گرفته می‌سازند به کسال توزا اوزودا یک بورش شود. این لابراتوری در بالای 4000 گکتار کردگی و ما حاضر قرار داریم در یک از گرمخانه‌اش اوید با پرورش گالوبیکا. گالوبیکا به تاجیکش من نمیدونم، سیاه هست. میوه در سوپرمارکت من میدیدم 100 گرمش 40 سومون. 40 سومون. 40 سومون نه بسیارتر قیمت بگمونم. 50 گرم بود، 100 گرم بود، نهایت نرخ قیمت و هوای رو هم میخریدن میخوردن. همداران عزیز، این در تاجیکستان در محله‌هایی که نسبتا سال‌تر است فکرم که بهت نقض میشد. در گرمی هم بسیار نقض میشد، لیکن در گرمی فکرم بالاش یک سدکه میگیرد. سدکه ارزان است. سدکه پیاز و کدام نه سدکه پیاز هم سدکه یکش است کو. انا خیلی دراز است. مترکش. سدکه پیاز و یکش است. فهمش. و من باوری دارم که اگر کدام از این باغ کند اگر زیر پول میموند. چون که همین گالوبیکا که میبرن در سوپرمارکت ما 100 گرمش 40 سومی 60 سومی نمیدونم قدر از خارج کشور میبرن. این گالوبیکا بسیار فایده آور است و خریدارش رو نهایت بسیار مییابد. من همین در قسمتی فکر میکنم که دومن کوه جایی که سالخین است بنهایت باید نقش شود. این رو ما سودا میکنیم حالی که اگر نرخش توغری بیاد من درباره اعلان میمونم در بالای اعلانو. بعد شما اگر خریداری کنید گالوبیکا، لیکن در نزد هر یک خانه 10 از این باشد این کلان نمیشود، این هم قاق بوتچه میشود. این در حوله شما بهترین چیز میشد گالوبیکا. این کلوبنیکا مایده است، این بوته میشود اینقدر مالین هم نمیشود، کمتر انم قدر میشود، لیکن بهترین میشود. شما اگر از این درخواست کنید هیچ وقت پشیمون نمیشوید. خدا خواهد اگر که در خانه‌تان خشک نشود شما نقض نگاه کنید آبش رو تابستانی سخت بولش رو پوشانید. اگر در قسمتی خطلون باشد فکر میکنم این بسیار چیزی بهترین میباشد. انا این من گالوبیکا یک با تلفن من آورد کنم. همداران عزیز، حاضر از همین صاحب لابراتوری کمال بای سلام علیکم. علیکم سلام. خوش گردید سیز انگور مگرو. پرسیدم که این از بخش پرسیدت میشد میگفت نه، لیکن در دویم سال میبندد و سیم چهارم سال علاقه 1 کیلو 2 کیلو تا 3 کیلو کلانش میبسته است. وای تا 3 کیلو بندد این قدرک جای کیلوش اگر 3000 سوم میشه. 4000 سوم ده. نه 4000 سوم نه. 40 گفتید؟ کیلوش 400 گرمش 400 سوم کیلوش 3 کیلوش 1000 سوم میشه دا. درست حساب کردید شما. لیکن حقو بیاد 1000 سوم نه. یک تاش با ما 100 سوم تیات. هم قاقش 100 سوم نیتیات. این هم قاق جوبه 100 سوم نیتیات. این بهترین چی میشود. این رو کدامی کند اگر اکن چی گویم همون آدمی که همه پیش میکند و صاحب پول میشود. نه ترسیده میکند صاحب پول میشود. ما اگر روز یک تگیرم کنی بینه میشد نمیشد گفته سرمانه خوریده است این خیلی کار نمیشد. همین مردک باری کردن در کار حرکت کردن در کار که همین شود و فروش دادن. من بسیار میگن که خواهی یک تا کم پیسته گیریم کنی میشد نمیشد. یا تا پیسته شما 4-5 سال بعد در بهره میدرد یک تا پیسته شما بعد 5 سال با میگه ای میشد بیو گیرم 5 سال عمرتون میرود. نه هم دیارون عزیز فکر من ده همین در نزد خانه‌تون گیرید 2 تا 3 تا گیرید باغ کردنی باشد بسیار گیرید. ولی نرخش رو نمیدونم، نرخش رو اندیق میکنم بعد به شما مینویسم. انا کمال بای گوید که این گرم بر نمیسوزد می. Bu gölge bitkisi blueberry. O yüzden gölgelendirme için tül kullanıyoruz biz. %45, %50 oranlarında tüller var. Blueberry'nin içinde de çok fazla çeşit aralığı var. Blueberry'ler bölgedeki soğuklama isteklerine bağlı olarak birçok çeşidi var. Mesela Antalya'da sahil bölgesinde de yapabilirsiniz. Üretime Mart ayında başlarsınız. Serada yapabilirsiniz. Ya da gidip Türkiye'nin en yüksek yerleri Bursa'nın yükseklerinde Uludağ eteklerinde bile eksi 20'leri bulan yerlerde bile blueberry yapabilirsiniz. O aralıkta çeşit çok fazla.
O yüzden hiçbir sakıncası yok. Her bölge için uygun blueberry çeşidi var. عزیز جواب سوالوما گرفتم یک اوراق منور با ترجمه کرد در نهایت گرمی 45 گرادوس گرم بولش رو تور میگرفتن در توشکند از همین مردک 200 گکتر برده شنوندن بولش رو تور میگیرند در گرمی در خنوکی تو 25-30 گرادوس تو باوره بوده است چون که در روسیه چقدر خنک میشد خنک نمیزند که این رو در هم دشتش پر همین در همون پرورشگاهشون خلاصه گپ اگر که در ولایت‌های خطلان کنید بولش رو تور میگیرید اکنون در کجا میشه در کجا نمیشه من جواب نمیتونم باز بسیار سوال میتن اسفرای و این طرف و اون طرف من نمیدونم اینا من نبردیم نکردیم گیرید کنید در توشکان که کرده باشن خودتون خلاصه براری کنید بولش تور کرده 200 گکتار کم کم نیست 200 گکتار همجوران عزیز در پناه خدا باشید من این بود گالوبیکا انا با ترکیش چی میشد بلوبری این ترکم بلوبری این ترکی انگلیسی بله بلوبری بگمونم انگلیسی نامش من امین گالوبیکا در پناه خدا باشید خدا نگهبان شما باشد Bunlar tutulan çeşitler işte abi mesela sweet var. Chandler. این بای هاش چند لر بوده است نوعی بای نامی سورت است اوه بلوبری هم چند لر بوده است می سویت هارت بوده است میگن şimdi بلوبری Mesela سویت هارت بوده نامی گلاس مونده است نشه سویت خواهش نامی چهارمغز نشه نامی چند mesela نمود 500 بوده است saat soğuklama isteği olan bir çeşit. همجوران عزیز من همون نمودش انتخاب کردم میبرم که 1000 saat. هم گرمی هم خنک برای تاجیکستان مطابقت بسیارتر کند من از زکاز کنید من برای شما گالوبیکا زکاز میکنم